بله سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام استاد. سلام و رحمت الله. خوبی؟ خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ رضا هستم از ایران. آقا رضا بفرمایید. من اولین باره با شما صحبت میکنم و به مسلمون شدم و میخواستم که از شما تشکر کنم. برنامه‌های خوبی رو پخش کنید، باعث شده که ما با حقیقت دین اسلام آشنا بشیم. مخصوصا کلیپ‌هایی که پخش میکنید واقعا ما رو از گذشته خودمون پشیمون میکنه. حالا کاری ندارم این علمای شیعه وجدان دارن یا نه، ولی خب ما که هدایت شدیم از گذشته خودمون واقعا پشیمونیم. دست شما درد نکنه. خیلی هم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. زنده باشید رضا جان. الله سبحانه و تعالی به شما صبر و ثبات نصیب بکنه در اینجا. مرسی، خیلی ممنون. تشکر از شما. خدا نگهدارت.